آقا قبل استریم میخوام یه قهوه بزنم ساعت 8:30 شب. بله بزنیم که پر انرژی بریم استریم کنیم و میخوام بهتونم یاد بدم قهوه های حرفه‌ای عمو امیرزن رو میخوام براتون بزنم عشق کنید. خب برای یه قهوه خیلی عالی ما نیاز به یک دستگاه داریم، وسیله داریم و خود قهوه که تموم شده حدوداً داریم. بله آپارات بهمون چیز میده. حالا بران اول بخار دستگاه رو خیلی حرفه‌ای میگیریم به این صورت. بعد در وهله بعدی من چون دارم با یه دست کار میکنم احتمال زیاد گنده کاری کنم، اینو میذاریم اینجا جا نمیفته. خب بله داشتم میگفتم خیلی سخته. قهوه رو برمیداریم به میزان لازم، برمیداریم به این صورت، میریزیم اینجا، یکم دیگه هم میریزیم، چشمی عمل میکنیم دیگه، چشمی عمل میکنیم، خلاصه خوبه دیگه. بعد نیدل این نمیدونم اینو برمیداریم اینجوری خیلی خوشگل قهوه رو انواع میکنیم، خیلی زیبا با آرامش تمرکز تکون میدیم. بعد در وهله بعد اینو اینجوری میکنیم، قهوه صاف میشه. اینو برمیداریم میذاریم رو اینجا، به این میگن لولر، برای اینکه سطح قهوه رو صاف کنه دادا. و بعد یه فشار مولایی میدیم و در آخر هم این دوست عزیزمون رو میندازیم این رو به همین راحتی. و اینم راز انرژی عمو امیر تو استریم. به میشه بیای لطفاً بیا. قهوه درجه 1 چه لذتی بالاتر از قهوه وجود داره؟ البته بعد از پول چه لذتی بعد از پول بالاتر از قهوه وجود داره؟ یه قهوه درجه 1 مامامی یا ماماسیتا کارچل، چه فوم تمیز و خوشگلی، درجه 1. و بعدش میایم در بالکن در هوای آزاد قهوه‌مونو میل میکنیم و از زندگی نکبتیمون کمال لذت رو میبریم. با اجازه هوا چقدر خوبه، هوا چقدر خوبه. خرج کردم ها، این همه خرجه، اینا خرجه و دارم استفاده میکنم. من خرجم نکردم. استریم بیایدا، استریم نمیایدا. پلن دارم شاید دوباره تویچ هم استریم رو شروع کنیم، یعنی همزمان تویچ، آپارات، یوتیوب استریم کنیم. 3 شعبه قراره انشالله دوباره بزنیم و آره دیگه